داستانی کوتاه که حکایت خیلیامونه. پسر بچه‌ای پرنده زیبایی داشت و به آن پرنده بسیار دلبسته بود. حتی شبها هنگام خواب قفس آن پرنده را کنار رخت خوابش می‌گذاشت و می‌خوابید. اطرافیانش که از این همه عشق و وابستگی او به پرنده باخبر شدند، از پسرک حسابی کار می‌کشیدند. هر وقت پسرک از کار خسته می‌شد و نمی‌خواست کاری را انجام دهد، او را تهدید می‌کردند که الان پرنده‌اش از قفس آزاد خواهند کرد و پسرک با التماس می‌گفت نه، کاری به پرنده‌ام نداشته باشید، هر کاری گفتید انجام می‌دهم. تا اینکه یک روز صبح برادرش او را صدا زد که برود از چشمه آب بیاورد و او با سختی و کسالت گفت خسته‌ام و خوابم می‌آید. برادرش گفت الان پرنده‌ات را از قفس رها می‌کنم، که پسرک آرام و محکم گفت خودم دیشب آزادش کردم و رفت. حالا برو بذار راحت بخوابم که با آزادی او خودم هم آزاد شدم. این حکایت همه ماست. تنها فرق ما در نوع پرنده است که به آن دلبسته ایم. پرنده بسیاری پولشان، بعضی قدرتشان، برخی موقعیتشان، پاره زیبایی و جمالشان، عده‌ای مدرک و عنوان آکادمیک و خلاصه شیطان و نفس. هر کسی را به چیزی بستند و ترس از رها شدن از آن سبب شده تا دیگران و گاهی نفس خودمان از ما بیگاری کشیده و ما را رها نکنند. پرنده شما چیه؟ همین امروز آزادش کن.